Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более 1,5 миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скоро в расчете, и вы это увидите, написал Хабиб. This is your picture. We hate you and your actions. The followers of Prophet eradicate you from this world. این تصویر توست ماکرون که تکه تکه میشوی، اما این نام زیبای محمد رسول الله است که در دل ماست، در قلب ماست، در رگ و ریشه ماست و ما خود را فدای این نام زیبا میکنیم. نام محمد، این نامی که درخشندگی خاص در دلهای ما داره، نامی که در قلب ماست و برای گستاخه ها و بیادب ها اجازه نمیدیم که به این نام زیبا توهین بکنه. Allah, this is the name of Prophet, peace be upon him, and his name is in our heart. O Macron, you can't decline the worth of Prophet, peace be upon him, sallallahu alayhi wasallam. We defeat from the Prophet of Allah and his name. We dedicate ourselves, our family, our fathers and our mothers to this name. We respect to this name. We respect to this name. We dedicate ourselves to this name, Muhammad. This is our prophet, and this is your picture, Makru. This is your picture. This is your picture. We hate you and your actions. The followers of Prophet eradicate you from this world. این تصویر توست ماکرون که تکه تکه میشوی، اما این نام زیبای محمد رسول الله است که در دل ماست، در قلب ماست، در رگ و ریشه ماست و ما خود را فدای این نام زیبا میکنیم. نام محمد، این نامی که درخشندگی خاص در دلهای ما داره، نامی که در قلب ماست و برای گستاخه ها و بیادب ها اجازه نمیدیم که به این نام زیبا توهین بکند. این نام محمد عزیز ما هست. و رفعنا لک ذکرک، یعنی این که نام محمد بوسیده می شود ولی تصویر ماکرون پاره پاره می شود. این و رفعنا لک ذکرک، عزت که الله رب العزت و الجلال به پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم. وطن مادر ماست، تا به کی ضربه میزنیم به این مادر معنوی ما؟ هر گوشه وطن آسیب ببینه مادر ما آسیب میبیند. خانه خود ماست. اگر ما نخواهیم این خانه را آباد کنیم، هیچ کس نمیخواهد این خانه را آباد بکند. آبادی این خانه به دست ماست. صاحب این خانه ما هستیم. کسی اگر خانه زیبایی میخواهد بعد خودش خانه اش را آباد بکند. هر گوشه از خاک افغانستان خراب بشه، منهدم بشه، نابود بشه، از بین بره، خانه خودمان از بین میرود. ما داریم ستون خانه های من را ویران میکنیم. باز میگیم چرا خانه زیبا نداریم؟ صلح
به خاطر الله رب العزت و الجلال. تا جایی که در توان شما هست دریغ نورزید. اسلام، اونهایی که نمایندگی از اسلام میکنید، دین صلح. بارها و بارها از این طریق، از این منبر پیام دادم، اسلام دین صلح، دین رحمت. اسلام نیامده که زندگی ها رو به هم بزنه. اسلام نیامده که ما را به جان همدیگر بیندازد. اسلام آمده تا احزاب مختلف و گروه های مختلف و فرقه های مختلف اسلامی را در کنار همدیگر با فضای مهر و اخوت و برادری بنشاند. این یعنی اسلام. اسلام یعنی صلح، یعنی آشتی، یعنی برادری، یعنی ایجاد فضای سالم. الحمدلله ملت افغانستان مسلمانند. اون جوانهای بیگناهی که به خاک خون کشانده میشوند همه بیگناهند. اینا سیاسیون نیستن. کسی که مادرش به خانه نشسته، خودش میره یک لقمه نان حلال به خانه خود بیاورد ولی در راه ترور میشود. یه حق داره زندگی بکند در این خاک که مال همه ماست، خانه مشترک همه ماست. فرقه های مختلف همه برادران ما هستند، اقوام مختلف همه نور چشمان ما هستند، همه حق دارن با فضای آرامش در این وطن زندگی بکنن. اسلام این میخواهد. اسلام میخواهد که صلح و آشتی بیاید، و هم در بین فرق اسلامی، در بین مسلمان ها. اسلام خواهان اگر کفار که به دین ما هیچ عقیده و باوری ندارن اما خواهان صلحن، الله تبارک و تعالی نص صریح قرآن بیان کرده که ای پیامبر با کافر صلح بکن. بله، با کافرم صلح. وقتی بتوانی در فضای آرام عبادت الله تبارک و تعالی را انجام بدی، برو با کافرم صلح بکن. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر میل به صلح کردن کفار، مشرکین، اونهایی که الله را قبول ندارن، فاجنح لها، توی پیامبرم به اونا صلح بکن، زمینه مساعد بکن، بستر سازی بکن، سلیقه ها را بردار، با مشرکین صلح بکن، با کفار صلح، آشتی. و توکل علی الله، توکل به ذات الله تبارک و تعالی بکن. این آیه قرآنه که به پیامبر امر کرده الله رب العزت و الجلال. پیامبر مأمور شده از جانب خداوند هنگامی که کفار میخواهند صلح بکنن، رسول الله هم با سپاه صحابه صلح بکند. خودکشی خیر، قتل خیر، خونریزی خیر، صلح، صفا، صمیمیت. جوانان ما دیگه آواره نشوند. جوانان ما دغدغه ناامنی نداشته باشند. جوانان ما بتوانند با فکر آرام به تحصیل بروند، به دانش خود افزایش بدن. برادران تجار ما، دکانداران ما، کارگران عزیز ما همه بتوانند در فضای سالم کار خود را پیش ببرند. این مرام اسلام و دینه. این چیزی است که ما از قرآن آموختیم. مفکوره فردی انسان نیست، کلام رب العزت و الجلاله. به این کلام همه ایمان داریم، همه باور داریم، همه عقیده داریم. این پیام قرآن و پیام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام صلح. پرچم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچم صلح، پرچم صفا،
پرچم صمیمیت، پرچم رحمت، پرچم مهربانی، الگوی مهربانی است محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بزرگ ما، رهبر ما و نور چشم ما، شخصیتی که صلح خواه بودن، نه خونریز، نه تروریست، نه قاتل، مهربان، با گذشت. نبی علیه السلام چگونه تلاش میکردن برای صلح و برای آرامش.